برو جلو املت بیا تو بزن محکم از من کلی دیگه نه همون چیز دیگه باشین دله خب این اتفاق قشنگ باشه قشنگه اولی رو بازم دم دله یعنی مقنن اینجوریش کنه برو اون اولیه یا چه یاد گیره ای بودی دست جمع کنم جنگل رزدکه جای همه خالی علی شد ندینم اگه علی کارده دست علی امروز اومدیم تنگه رزدکه مسیر 20 دقیقه‌ای جنگل هستش بعد طی کنیم 3 تا حوضچه آبی داره برای کنار آخرش هم دیگه غار میرسه بهش میگه غار آبشار دیویس معروفه حالا اگه انشالله بتونیم بریم جمع 4 نفره همراه باجن آقا اومدیم مجردی غلام نیاز میجاد ولی کامران فرو را بهت میگم تناب میخوایم به نگر داریم بریم شیرجه گوشی خیس میشه آقا شیرجه بزن نمیزنی ما بیاین یخ باید بور بذار فیلم هم بگیرم برو دیگه تانه دونی اوی کش ایداره دقیق بونه اینجا روستای رزدکه اومدیم تنگه رزدکه چند حوضچه قشنگ داره عمق تقریبا 1.5-2 متر میرسه بچه‌ها یه جای دیگه گل به تناب بستن گروه علی بابلی سلامتی دوستان اینجا آره مسیر خیلی قشنگ و بکیه ایالا دهن سرویس دستمونه
برو. یواش بکن. یواش بکن. آره بابا خطریه بابا. از کنار بیا دیگه، راحت بیا. ها علی دنگه بوده. علی بر جلو علی. بابا سنگ خطریه. برو ما هم که نیکشیش کرد ما فیلم بگیریم دیگه. خدا بود یا بابا یه دو نشون بده ادامه بده. برو بیا برگشتم. رسیدیم بالاخره به هدف مورد نظر رسیدیم. علی آقا به اتفاق کامران کاله دیا بود. برو اگر رزکه امروز 7 شهریور اومدیم این مسیر شلقی رو تا به اینجا برسیم. خیلی هم جای زیباییه برای مرسی شنا عالی. علی آقا بابولی، من کامران اسدی، مهندس کامران اسدی. آبشار قشنگه و البته برای این مسیر خیلی زیباییه ولی خب ما هر جای مشتبه قدش کن. بر جلو شنا باش. علی برو بیا شنا بیا. گرفتم بیا علی گومبایه آقا ما دیگه کف آبیم دیگه بریم دیگه غرق میشیم تمامه دیگه. بابا بیا کن علی نگیم بگی بیا. روشن هست برو نگه دو گوش رو نگه دار. بالا نگاه